با تقدیم مهرامیزترین درودها به شما خانم‌ها، آقایان، شنوندگان گرامی و ارجمند رادیو ایران که اکنون بیننده این ویدیوی کوتاه هستید، بسیار شادمانم که سالهاست از ایران تا به امروز از طریق گویندگی در فیلم، تلویزیون و رادیو در خدمت هم‌میهنان عزیزم هستم و با سپاس فراوان به شما که با پشتیبانی و حمایتتون از رادیو ایران 670 AM KIRN 670 AM راه ما را برای خدمت به خودتون و دیگر هم میهنان هموار کرده. ضمناً از اینکه شنونده برنامه رنگین کمان هم هستید، بسیار سپاسگزارم. با آرزوی بهترین های زندگی برای شما، هفته‌ای سرشار از تندرستی، شادکامی و پر از موفقیت رو در پیش رو داشته باشید. خدا یار و یاور همه شما.